8 رکعت تراویح در یگان جا نیست برادر عزیز. نه آمده از پیغمبر یگان حدیثی که پیامبرمون 8 رکعت تراویح خوانده است. کجا در این حدیث؟ یا خود حضرت امام اوزاعی قطعی همین بحث بگیم بحث نه، حتی امام ابو حنیفه را پیش حضرت امام اوزاعی که اومده محدث بود، حتی شاگرد امام ابو حنیفه عبدالله ابن مبارک وقتی پیش امام اوزاعی رفت برای تعلیم حدیث، گفت از کجایی؟ گفت من از کوفه. اوه، گفت همون شهری یک از ابو حنیفه میگن با رای کار میکنه، با عقلش کار میکنه، حدیث های پیامبر مونده تا از همون شهری میگه عبدالله ابن مبارک یکم گفت نزد خلق کردن برای که شاگرد ابو حنیفه بودن، میدونستن این تهمت در شهری بود. پگاه بعد همون گویم دست خطایی که حضرت امام ابو حنیفه داشتن هم وکر را آوردن گفتن حضرت امیر یک مطالعه کن. مطالعه کرد، وقتی بر اومد گفتی مال کی است؟ گفت مطالعه کردی؟ ای گفت کدام آدمی هست بسیار عالم کلان است. گفت همین ابو حنیفه هست که شما گفتین که وای با حدیث آیت کار نمیکنه، با عقلش کار میکرده است. برای بسیار مسئله بود. حتی محمد باقر قطعی نبیره پیغمبر ما قطعی حتی روبرو شیدن، همون دارن برده سیاش کردن. گفتن ابو حنیفه از رایش، از عقلش، از شورناکی خودش استفاده میبره. محمد باقر گفت ای مردک خوب، تو سخن بابای من ماندگی به عقل کار میکنی. و حق داشتن گپ زنن، اون نبیره پیغمبر بود. این حضرت احترام کرد، گفت بسیار نیک میشد شینیم روبرو هر دومان صحبت شیشتن. میگه گفتن که امام ابو حنیفه را در حال حضرت امام ابو حنیفه یک دو سه مسئله را پیشش آورد. گفت نماز مهمتر است یا روزه؟ ابو حنیفه محمد باقر را گفت کدامش مهمتره؟ گفت البته نماز مهمتره. گفت اگر من به عقلم کار میکردم برای زنکایی که حیض میبینن اگر ماه رمضان میشد میگفتم که خب نمازاتونه نمازاتونه نخوانین و نمازاتونه بخوانین و روزتونه نگیرین. ولی فرموده الله مهربان است که زنی که از حیض که پاک شد او روزش قضا میداره و نمازش نمیخونه. اگر چی نماز حکمش بلند است ولی من با عقل کار میکنم، من عکسش فتوا میدادم. محمد باقر گوش خود درست گفت پلیتر گفت پیشابه یا که منی پیشاب تره، منی نجیس تره یا که یعنی پیشاب به نماز میکنن. اگر آبی منی در لباس مونم بزنن قاقشید بیرش که کردیم ما میتونیم نماز بخونیم. گفت البته پیشاب پلیتره. گفت پیشاب که پلیتر باشد من با عقلم کار میکنم، هر پیشاب نمیگفتم غسل کنیم و در منی مقصد میگفتم که طهارت کنیم. لیکن حکم شریعت که در پیشاب باید طهارت کنن، در منی باید غسل کنن. میگه محمد باقر ایجاش کس ای پیشانیش بوسه کرد، گفت پیش من در شما را سیاه کرده بودن. از این لحاظ برادرای عزیز بسیار احتیاطین. من همچون برادرتون به خدای مهربان قسم به خاطر خدا میگم تو یگان غرض ندارم در روسیه منتجشون. ما اولاد به اولاد اجداد با این مذهب اومدیم. همین امام قرضاوی از زنده در شهر قطر از عمرش 90 هم گذشته، یکی از عالم های بسیار برجسته، صاحب چند کتاب، حتی شیخ های عرب هم اعتراف میکنن عالمیشه. بین چی میگه در کدام دولتی که کدام مذهب فعال باشد دیگه مذهب داخل نشود که در اونجا فتنه میشود. گفتن حضرت چخیر کنیم پیش روی فتنه را بگیریم، همین جنجال های بین مسلمانان نشود. گفت کدام دولتی در کدام مذهبی در اونجا مذهب دیگه نرود، اگر که 4 مذهب بر حق هم برادر، لیکن اینش در اینش میگه نداره. همین شبکه هایی که من نمیدونم در روسیه میگیرن اینا می مثال حق توحید و اینا مثال در تاجیکستان هم یا همین شبکه ها میگیرن، در اینجا میگیرن. انا که همین شبکه ها هم من گوش کردم. اونم عبدالفتاح خدمتی را
اونم عبدالقدوس دهقانه. همین را گوش کردم سوال دادن از افغانستان که حضرت ما همین تراویح را 8 تا بخونیم یا 20 تا؟ گفتن که اصلنش بگیری 20 رکعته. 8 رکعته تراویح در یگان جو نیست برادر عزیز. نه آمده از پیغمبر یگان حدیثی که پیامبرمون 8 رکعت تراویح خوانده است. کجا در اون حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعته را برادرها بعضی ها میارن او ای نماز تهجد است. او خودش هم در باب تهجد آمد. باب تراویح خودش مخصوص باب است که سخن حضرت عمر میارد که در زمان خودش آمد مردم هم خیلی جمع شدگی هر کی تراویح را جدا جدا میخوان. حضرت عمر گفت ابی ابن کعب است، یعنی حافظ قرآن همون زمان پیامبرمون حتی گفت هستند. گفت حضرت پیش بدرون درون 20 رکعت ای پشتش حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبدالله ابن مسعود، جمعی اصحابی که همه عالم و همه صاحب مرتبه بودن ای پشت حضرت نماز خواندن. 20 رکعت خواندن. نمی ترسیدن که یکی اگر ما بازی بگیم حضرت عمر توی را ای جا آوردی حضرت عمر حکم قتلش براره و از هیچ که حذر نداشتن. کسی سنت پیغمبر از ذره اگر یگان عوض میکرد به خدا باور کنید او را احوالش خیلی بد میشید، ولی یک کس اعتراض نکرد. از این لحاظ برادرای عزیز انمی خیلی خلل ها در ما وارد میشه. بعد میاد خدشه دیگر دعوا میکنن ما مثال اهل سلفیم. تو اهل سلف نیست، تو اهل نزاعی، تو نظام میاندازی. سلف اهل سلف یا سلفی هیچ وقت نزاع نمیانداخت. حتی میلش بود تو خیلی همون طرزی که چی نمازی را چی راهی را انتخاب کردی با برای دیگران چی در کردی قدر سختگیری میکنی. ها دست از زیر ناف نمون که نماز درست نمیشود. ای مرد که خوب من قال لا اله الا الله دخل الجنه، لا اله الا الله بگه جنت میره به نمازم باشد. اعتقاد اهل سنت و الجماعه این است. برای نماز نخواندنش پیش خدا جوابگر است، ولی وای مسلمان است، وای مؤمن است. دست از زیر ناف نمون حدیثش ضعیفه. ای کجا فهمید حدیثی ضعیفه؟ این قدر پیروای ابو حنیفه، این قدر محدث و مفسرا با این چیز دلالت کردن، فتوا دادن. امروز مثال مانع میشود همین مسئله. باور کن این حضرت داملا خطیم شاهد است. من یگان سخنی به خدا ندارم. شهر دا بدیم که اکای نامش نگیرم، مسجد به همین خاطر بستن، همش پیش کردن، گفتن برین گم شین قطعی خطانه قطعی هم مسئلاتونه. مسجد بالکل بستن. همین خوب میشه آبادینا. برای همین برادران عزیز بسیار این اختلافات در بین ما، هر نام ها قطعی، ایش میام من تحریریم، ایش میام من داعشیم، ایش میام من مجاهدم، ایش میام فلانیم. هیچ کدام همینا برادران عزیز اگر بگیری خدمت در دین در مقصدشون نیست. خدمت در دین برادر عزیز پیروی ای مذهب حنفی را انتخاب کن، مرحمت خدمت کردن بگی در دین. دعوت که مردم به نماز دعوت که مردم ای حرام ها من که این قدر برادرای عزیز در اگه من یک شهر شما را در نظر ندارم، من در این جمع گمانی بدم ندارم، ولی من از روی گشت گذارهام اختباس آوردیستم که ای تاجیک ما حاضی سلفی هست، تحریری هست، مثال بگیم تبلیغیش هست، باز حاضی با همه بدتر بدبختش با شیعه پیدا شده که اینش برادر عزیز بگیم تماما با نابخشیدنیه. ما در اون ملکایی که تحصیل کردیم کشتن ما در نزد راه رویش اونها واجب بود. اگر وای مرا بکشد وای راست جنت میره. هم شیعه را اعتقادش همیه. مسجدهای بودن که نمی رنگی مسجد نمی چواری سرخ کدگی بود در مملکتی که من میخوندم. ما گفتم چی بر رنگی سرخش ما انتخاب کنیم؟ یگان رنگوی سفید سبز میگه امام ایرا شیعه که بکشن ما کرسکه سرخ میکنیم. برادرای عزیز و گرامی باور کنید هم برای امنمان، هم برای خدمت دینمان، هم برای راه راست انتخاب کردنمان همین مذهب حنفی همش کفایت میکنه. از این لحاظ ببینید اولاد اجداداتون او را در غم در مشکلات در دقت نپرتوید.
اگر یقینا شما مایلش همین در راه خدا خدمت کردن میخواین با خدای مهربان قزن 5 وقت نماز بخون، از همین مسئله و مسائلی که علمای ما و شما به گوش شما میرسونن، همین ان شاء الله برای شما کفایت میکنه. لیکن مقصد خیر اگه هدف دیگر داشته باشی، خیر گوش حوالت به خدا. من نصیحت من از برای خدا میگم، ولی تو چی مقصد داری، چی نیت داری، اونش برادر از گزوری من نمیرسه. یعنی برادرای عزیز، یکم امام قتاده گفتن عافیت و رزق، تنجی، سلامتی، پیامبر دعاش همین مقصده میگن. و رزق هم برادرای عزیز شما ای جای دیگه سراغ نکنید. این رزق ای نزد خودشه. همین حاتم اصم برادرای عزیز شاگردی شقیق بلخی بود. وقتی شقیق نزد شقیق بلخی میگه 30 سال خواندم، 30 سال تعلیم گرفتم. بعد از اون میگه یک روز همین شقیق بلخی گفت که حضرت امام شقیق بگیم، پرسید که حاتم 30 سال پیش من زانو زدی خواندی، از ما چی آموختی؟ بعد از اون میگه حضرت حاتم گفت حضرت من همین دوام 30 سال در 6 چیز برای خودم انتخاب کردم. با همین 6 چیز میخواهم که دنیا را پدرود گویم و با همین 6 چیز میخواهم پیش الله مهربان منزلت مرتبه پیدا کنم. گفتن که گوزم چیه این 6 چیز؟ گفتن یکم چیزی که حضرت ذکر کردن، گفتن که دیدم بسیار مردم در رازق بدن خدا اعتماد ندارن. یعنی شما میدونید که قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا میگه من رزاقم، یعنی کفیل رزق شما منم، رزق شما را من تأمین میکنم، من صاحب قدرت و توانایی هستم. خدا میگه وقتی خدا که کفیل رزق ما باشد، پس در عکس ما چی گفته میتونید؟ برادر تو نگو که مرا استعداد خدمت، مرا مهارت خدمت، مرا دواده و پراپر خدمت. نه، اگر چنده حرکت ایتا هم باشد، ولی برادر عزیز اینم یک تخمین که امروز برای همو بگذار مگزین داری یا کاری مثال هر جا کاره داری، این تا بگر بی چند سوم سودا میشه، پگو هم ببین همون مهنت صرف که همون ساعت قدی برای کو بین همون پیدا میشه یا نمیشه؟ نمیشه. رزق چیزی مقدریه. بعد حضرت حاتم گفت من به همین آیت تکیه کردم و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. ای سوره مبارکه هود آیت 3 هست برادران. ببین چی میگه؟ گفت من به همین آیت تکیه کردم. کدام آیت؟ خداوند میگه هر یک جنبنده ای که در روی زمین است، خواه آدم ای خواه حیوان ای خواه حشرات ای چیزی باشد جان داره، من رزق را تامین میکنم. الله را بین میدانم، یعلم مستقرها، میدانم که حتی رزقت در کجا ای، در کجا تام رزق میابی، من ادرسش میدونم. میگم و مستودعها، خدا میگه من میدانم که حتی تو در کجا پارچه زمین خانه میسازی، خانه سازی تا میدانم، زیرا همش نزد خدا های برادر عزیز. عبدالقادر بیدل عجایب میگه رزق را روزی رسان پر میدهد، به مگس هرگز نماند عنکبوت. به خکای خانه رو ببینن، تار میتنه عنکبوت تارتنکو، میتنه عنکبوت تارتنکو. اینجا پشه بیچاره پشه را قبیله میتونه، اینجا پشه خودش میگه رزق را روزی رسا پر بدهد، خودش پریده و پیش تارتنک میروه میزنه در توری او خوردنش میگیره. رزق خدا پر بده خودش میروه. برای همین برادرای عزیز رزق در همین دعا میدروه، خدای مقصد مرا رزق برسون. رزق او یک آدم به دست میفته که خدایا همین را بگم خیلی بعدان خدش کنی حضرت تو شما بگو انا میگد که یک آدم به دست فقط داشتم خدای مرا رزق بغاس بده. بغاس برادرای عزیز در لغت همین زاغ سیاه وقتی که بچه میکنه
бачаш пашмакои сафед дорад, пашмакои сафед доштае. вақте мега пашмакои сафеди зоға мебина, мегуфта си бачаи ман нест, мепартофтаиш мерафтае. мега худованд ҳамин чӯҷаеро ки ако пашмои сафед дорад, қадрачи шикор карда надорад, дар танаш як бӯи пусидагиро меоварда мемонад, як бӯи бисёр ғализеро ки ҳамин кирмҳо фикр мекунанд ки ҳамин ягон чизи мурдагӣ аст ба пеша мияд, ҳамин пеш ки бияд мехӯрашад. то калон шиданшо мега бо ҳамин бӯи худ шикор мекард, кирм мехӯрдааст. бубинед вақте ки парҳош ки мега сиёҳ мешидааст, баъд модараш пешаш меомадааст. ин мардак доим мегуфтааст худои маро амерез ки бо осаб де, мақсадам ҷоакум дар шитагӣ бо шумо омада бигирад. доим дуош ҳамин будааст. лекин дуоям дуои хуб, вале қудрати илоҳиро би ки ҳамонро дар ҳамун ҷамъ бародари азиз бекасу бесоҳиб намемонад. ҳамонро дар вуҷуд як бӯи бад мепардояд, кирмакон меянд хӯрданшон мегирад. ин аст бародарои азиз дуое ки